داشتم مایکرافت بازی میکردم، یه شهر داشتم واسه خودم میساختم. یادم افتاد ابوالفضل وقتی که شهر میساخت، اکسوم سیتی رو میساخت، هم روش اسم گذاشته بود هم ویدیوشو میگرفت. گفتم چرا من نیام بگیرم؟ پس تا آخر این ویدیو با همراه باش که میخوام یه چیز باحال بهت نشون بدم. یو برو بچه، چه خبر؟ خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل pjparsa.k. و دوستان توی این ویدیو اومدیم بهتون یه شهر بسازیم. گفتم که وسط بازی بودم یهو به فکرم رسید ابوالفضل در مورد شهرش ویدیو بذاره، چرا من نذارم؟ به خاطر همین تصمیم گرفتم که منم بیام یه شهر بسازم و ویدیوشو برای شما بگیرم و آپلود کنم. پس اگه تو هم موافق این لیست پخش هستی، ویدیو رو لایک کن و کانال من رو دنبال کن و به دوستات معرفی کن. خب حرف اضافی بسه، بریم سراغ ادامه ویدیو که شهر رو بهتون نشون بدم. Let's go. خب دوستان اینجا وارد مپ بازی میخوایم بشیم. مپ های مختلفی دارم. این تو سروایوال پلی میدم و واسه خودم واسه چنل آپاراتم هم یه بخش جدا میذارم. یه کریتیو مود دیگه هم دارم، اون توی راه مخفی ساختم. اون تو گردگاهایی میرم توش یه چرخی میذارم، اما ما با این کار داریم PJCT. اسم این شهر گذاشتم PJCT. بریم که با هم دیگه پلی بدیم ببینیم چجوری از اون قرار در بیاد و ثبت میکنیم 100%. چون حالا بریم داخل بازی ببینیم چجوریه. خب بچه اینجا هم میبینید شیدر پک، چون کامپیوتر میگم ضعیفه کار میکنه بدون با کوچولو با لگه، یادم میگم بدون لگه. خب بچه من اینجا گفتم وسط ساختش بودم. این کوه، این قسمت اگه ببینید این قسمت تا اینجا بود، تا این بلاکا بود. من کندم و جاش علف گذاشتم، ولی بعدش گفتم میخوام روشو بپوشونم، چرا علف دیگه بذارم؟ بخاطر همین هر بلاکی گذاشتم که حداقل سوراخ نباشه. و اینجا میخوام یه ساختمون بسازم. همین الان اسمشو گذاشتم دایموند تاور، یعنی برج دایموند. اینجا میخوام یه برج بسازم که از دایموند باشه و اینم خیابونش از این پایین شروع میشه. و وقتی که دیگه چیز رو ساختم، این شهر رو ساختم، حالا مثل ابوالفضل پارت میکنم میذارم توی کانالم. مثلا یه برج رو ساختم، میام چیز میکنم، میام اون ویدیو رو میذارم. این کوه ها رو باید بکنم تا اون برا باید بکنم همه رو. شاید مثلا اینجا هم بلاک گذاشتم که این آب منو نباشه، یعنی اینقدر میخوام مثلا شهر رو بزرگ کنم چند ماه طول میکشه، ولی مثلا تو یه ساعت من الان اینقدر کندم و این خیابونه رو همراهش ساختم. حالا میخواستم ادامه بدم ولی یه چیز شد، میخوام مثلا سالن فوتبال، کلی برجای دیگه، شهرک. همین الان دارم اسمشو فکر میکنم چی بذارم. خیلی هیجان دارم که منم شهر بسازم و ویدیوشو برای شما بذارم. خیلی ذوق دارم این کارو انجام بدم. اینجا هم باز علف گذاشتم. اینجا هم باید بکنم، کلا این کوه ها باید بکنم. تو این چند ساعت باید کل این کوه ها رو بکنم که شهر رو سریع آماده کنم و دیگه نگران هیچ کاری نباشه. این رو بکنم. و اینجا همین الان مثلا یکم بهتون نشون بدم. این قسمت هم خیلی بزرگه همین الان. بعد خیابون رو الان میخوام بدم این بر، شاید هم 4 راهش کنم چون اون برم میخوام بکنم. نه 2 راهش میکنم، یکیش میره به سمت شهر. بعد اینجا هم میخوام شهرک رو درست کنم، این قسمت ها شهرک رو درست کنم. این برا باز برج و اینجور چیزا رو میذارم. اون بر کلا برج و باز مثلا ساختمونه معمولی. شاید هم یه ویلیج هم ساختم اون برترش مستقیم. شاید اگه بیام اینجا ها مثلا یه ویلیج بسازم که بازم ساختمون هم میام ساختمون. بازم باید
جاده درست شه و اینو میخوام تو بالا هم ببرم که قشنگ باشه دیگه. طلا قاطیش کنم چون اسمش دایموند تاوره. این جلوش هم یکم علف گذاشتم که دیگه مثلا اینجا دیگه بسازمش دیگه. برجه رو میام توش مثلا دستی لباسه دایموندی یا چست پر از دایموند، طبقه های مختلف، هر چیزی ممکنه توش باشه از دایموند و یه برج طلا مثلا بغلش بزنیم. یه دونه برج دایموند دیگه میسازیم، میخوام برج طلا هم این بر بزنیم. همین الان فکرش به ذهنم رسید مثلا اینجا بیام من چیز کنم، اینجا فاصله بدم دوتا. همین الان هم دو ردیف رو گذاشتم ولی من خیلی مشتاقم که سریع این شهر رو تموم کنم و ویدیوهاش تموم شه. بعد اگه تونستم با سرورش رو میذارم ولی فکر نکنم اونقدر جالب باشه که کسی بیاد تو سرورش. بچه من گیم لوپ دارم، بازی اندروید رو میتونم بریزم. بگیم چه بازی رو گیم لوپ هست که براتون بریزم تو کامنت ها برام بنویسید. خب دوستان اینم از این ویدیو بود. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشید. دنبال کردن کانالمون فراموش نشه. این زنگوله بغلش هم بزن که خیلی به من لطف میکنید. این لایک هم بکن که به من واقعا خیلی انرژی میدی که سریعتر پشت سر هم ویدیو بذارم. تا ویدیو دیگه و شهر PJ City. Goodbye.